سلام، من راضیم. سلام، من فاطمه هستم و اینجا رادیو مسیره. رادیو مسیر. توی این قسمت قراره یه فصل جدید رو با هم دیگه شروع بکنیم. اولش اینو بگم که ما کل فیلم برداریمون به صورت یک پارچه است. ممکنه هر اتفاقی بیفته اینجا، پس میخوام که همراه باشید با همون. و اینکه توی این فصل از رادیو مسیر ما قراره در مورد انسان در زمانه جنگ صحبت بکنیم و اولین قسمت هم در مورد اینه که با یه سوال، بذار همون سواله رو بگم دیگه. سوال اینه که واقعا جنگ تموم شده یا نه؟ سوالیه که خب خیلی وقتا بچه‌ها تو دوره‌های مخاطبین که وقتی میان اینجا از ما میپرسن، میگن جنگ شده؟ بعد مگه تموم شده؟ و واقعا واقعیت اینه که هنوز جنگ تموم نشده. انگار ما هنوز تو حال هوایی این هستیم که جنگ زمانیه که من خیلی بترسم، صدای موشک بشنوم و یه مواجهه مستقیم با جنگ داشته باشم، کلا به هم بریزه دیگه، زندگیم به هم بریزه. انگار اون ریتم عادی زندگی که همیشه داشتیم مثلا اون نباشه. دقیقاً. و اگر این نیست پس جنگ نیست. آره دقیقاً اینجوری که فکر می‌کنیم که جنگ نیست. در واقع اتفاقی که داره میفته اینه که کشور الان تو جنگه و ممکنه که بعضی از مناطقی که مثلا توی جنگ رمضان درگیر نبودن، مثل اون موقع ها الان ماها درگیر نیستیم، فقط یه محدوده مرزی صدای موشک میشنون و اتفاقای اینجوری میفته. و خب یه صدای چی بود؟ خب اوکی ادامه بدیم. خب خندم گرفت، من نتونستم. آره خب گفتیم که قراره که یه پارچه بگیریم، ممکنه هر اتفاقی بیفته دیگه، کاملا طبیعیه. بریم ادامه بدیم. من اینجوریم که چرا این سوالو پرسیدم که آیا جنگ تموم شده یا نه، چون آدما وقتی میان با ما گفتگو میکنن اینجوریان که ما کسلیم، بدنمون درد میکنه، کارامون نمیتونیم انجام بدیم، بعد اینجوریان که ولی جنگ به خاطر جنگ نیستا، مثلا هوا گرمه. ببین اصلا شاید اینجوری نیست انقدی هم براشون در دسترس باشه اینکه بدونن حتی به خاطر جنگ هست یا نیست. یعنی ما توی جنگ همون تجربه کردیم، مثلا شما مخاطبین هم تجربه کردید، تمرکزمون ممکن بود پایین باشه، خوابمون به هم بریزه، بدن درد داشته باشیم، دردهای مثلا کوفتگی های اینجوری مثلا داشته باشیم و طبیعی بودش. و الان اینجوریه که من خودم رو میخوام اگه مثال بزنم، یه روزایی رو میبینم که بی‌حوصله‌ام، یه روزایی کسلم، با وجود اینکه خبر واقعا چک نمی‌کنم، یعنی تو یه رژیمی خبری هستم و حتی خوابم هم یه وقتایی میگم مثلا نمیدونم چرا خوابم به هم ریخته. یعنی چند باری اومدم به شما هم گفتم خوابم انگار به هم ریخته، شب مثلا خیلی بیقرار میخوابم یا اینکه صبح‌ها مثلا سخت بیدار میشم و ربطش میدادم به موضوعات بیرونی دیگه‌ای، مثلا ممکنه عملکرد بدنیم تغییر کرده، هوا گرم شده، فصل عوض شده و همه اینها بود، جز این که مثلا به ذهنم بخوره که نه مثلا اون فشاری که تو جنگ هست شاید باشه. و خیلی از آدم‌ها ممکنه همه اینها رو داشته باشن ولی اصلا به ذهنشون هم نمیاد که ممکنه که یکی از عوارض، یکی از پیامدهای جنگی که خوش الان داریم روزا تجربهش میکنیم، با وجود اینکه موشک نمیخوره، با وجود اینکه ما الان صدایی رو نمیشنویم. آره و اصلا برای خودم تجربه‌ای که دارم همینه، یعنی که فکر میکنم که خب زمانی که جنگ بود اینترنت قطع بود، کسب و کارها خوابیده بودن و تو هم خونه بودی دیگه، یعنی خیلی این که عمل کرد داری یا نداری متوجهش نبودی، کارهای روتین عادی تو انجام میدادی. ولی الان اینجوری که اینترنت وصله، بعد کسب و کار هست، تو از صبح باید بیای سر کار یه کارهای انجام بدی و خب یه استرابی هم هست که خب اگه دوباره جنگ بشه، اگه الان امروز موشک بزنن، اگه این اتفاقه بیفته و اینجوری که باید کار بکنی دیگه. به این فکر نمی کنی که ممکنه که من یه روزهای عمل کردم پایین باشه و اون بابت انگار جنگ باشه. انگار اونجا من میخوام که وصلش بکنم به این که ما انگار وقتی که میگیم جنگ نیست و از خودمون انتظار کار
با کیفیت همون اندازه‌ای که قبل از جنگ داشتیم، انگار سرزنشمون نسبت به خودمون خیلی زیاد میشه. بعد اینجوریه که ممکنه بگیم که خب چرا اصلا من عملکرد ندارم. و من جوری هم که ببین انسان ایرانی 1404، حالا اردیبهشت ما 12 روز جنگ بوده 404، ولی انسان قبل اسفند با الان زمین تا آسمون فرق کرده و ما انتظار داریم که همون آدم باشیم و یا اینکه الان این روزها به شدت اون موقع ما بترسیم، به شدت اون موقع اضطراب تجربه کنیم. یعنی یادم اون روزها ما شبها بیدار می‌شدیم، دائما خبر شدیم، اصلا نمیتونستیم بخوابیم. خب الان می‌بینیم نه، مثلا خوابه هستش، مثلا ممکنه که روزمرگی بیشتری داشته باشیم، روتین ها برقراره و همه اینها انگار دلیل میشه که پس اینا که هست منم 100% برگشتم. من شدم مثلا آدم 403 402، من اون آدمم. ولی موضوع اینه که اگر اون روزها هم میترسیدیم، اون روزها دائما بیدار میشدیم، خبر چک میکردیم، اون روزها سیستم بقامون فعال بود دیگه. مغز اصلا جوری طراحی شده که بخواد بقای ما رو حفظ کنه، همین که زنده بمونیم. اونجا توی جنگ برای ما یه کارایی میکرد که بقامون حفظ بشه، ما زنده بمونیم. و توی دراز مدت وقتی که منبع استرس طولانی مدت شده، ما الان چند ماه درگیریم، یعنی فکر کنم اگر نگاه کنیم انگار از دیما شروع شد، دوباره بهمن یه فضای 2 هفته مثلا من یادم اینترنت وصل شد و ما دیگه دوباره برگشتیم. آره تقریبا تو فضا 7-8 ماهی که داریم، چون میگیم مغز برای بقا ساخته شده، دوباره مغز رفته برای بقا، برای اینکه ما زنده بمونیم. مغز نمیتونه کاری بکنه که مثلا من 8 ماه نخوابم، 8 ماه غذا نخورم، 8 ماه عملکرد نداشته باشم، روتین هامون رو به هم بزنم. دوباره مغز منو چه کار میکنه؟ میبره سمت کارهایی که میتونه بقای منو حفظ کنه، میتونه کمک کنه که من زنده بمونم. از این بابته که ما الان به اون شدت نمیترسیم، به اون شدت اضطراب نداریم. مثلا یادم توی جنگ خیلی اختلال خوردن گرفته بودن، یه پرخوری بود، یه سری هم کم خوری مثلا بود، یه سری اصلا اختلال خواب داشتن. خب الان اینها برگشته، ولی موضوع اینه که جاهای دیگه ولی هستا، یعنی جاهایی که ممکنه این اندازه گره نخورده باشه به بقای من، ولی موضوع من دیگه نمیتونم 100 باشم، من نمیتونم عمل کردم واقعا مثل قبل باشه. اصطلاحا ما میگیم که مغز، نمیخوام بگم عادت کرده، میخوام مغز جوری رفتار میکنه، فکر کنم سازگاری رو استفاده کنم بهتر باشه. ما رو سازگار میکنه با شرایط. چطور جنگ باشه، بعد مثلا من صبح پاشم بیام سر کار، جنگ باشه من مثلا ارتباطم با نزدیکانم رو داشته باشم، من شب بخوابم، من یه کارایی اینجوری انجام بدم. و این فوق‌العاده است این سازگاریه. خب یعنی اصلا همین که میگی واسه بقاست دیگه. یعنی بالاخره ما اینجوریم که الان ما توی ایران فعلا خبری نیست که بگیم قرار جنگ نباشه و کی قرار تموم بشه، نمیدونیم. یعنی دنیایی از ابهام برای من چه اتفاقی میفته نمیدونم. خب اما موضوع اینه که وقتی من به شدت فشار میارم که عملکرد قبل باشه، واقعا اینجوریه که بعدش پیامدهای بلند مدت داره برای من. میخوام به این خیلی حواس بدیم که جایی که من فکر میکنم مثل قبل باید رفتار بکنم، ممکنه بعدها بیاد توی بدنم، جای دیگه بدنم رو درگیر بکنه. و ما اصطلاحا میگیم که خیلی از آزمایش هایی که ما معمولا واسه سلامت داریم، مثلا دستمون درد میکنه، قلبمون اتفاق میفته، نمیدونم هر چیزی، جایی نوشته نمیشه بابت کدوم یک از تجربه های روانی که داشتی اتفاق افتاده. و متاسفانه این باعث میشه که ما بگیم دیگه داریم زندگیمون میکنیم. و اگه یه نفر هم اینجوری نباشه، مثلا میگه جنگ نیست بابا، جمع کن خودتو، بس دیگه. حالا دنبال یه بهونه این دیگه، شما دنبال این بهونه اید که بگید که ما حالمون بده، مثلا جنگه. خب همه دارن زندگیشون میکنن دیگه. و خب واقعا و خیلی جاها اصلا اینجوریه که حتی خودمون هم نسبت به خودمون ممکنه این فکر رو داشته باشیم، نکنه که تنبلیمو دارم
ربطش میدم به جنگ. و موضوع همین چیزی که شما داری میگه، اینکه ممکنه که توان من الان 70% باشه، من 70% خودم رو ببینم، من از بدن جنگ زده خودم، نمیخوام بگم تروما، چون ممکنه واقعا جنگ برای همه آدم ها تروما ایجاد نکرده باشه، خب ولی میتونه عوارضی که جنگ داره قطعا برای همه آدم ها یه سری عوارضی ممکن داشته باشه. اصلا ما سوگ جمعی تجربه کردیم توی از دیماه تا به این طرف، یعنی میخوام بگم که همه اینها کنار همدیگه قرار میگیره و اینجوریه که میگم انسان ایرانی انگار که یه بازی زمانی مثلا شاید 8-9 ماهه که تو یک فضای ابهام، بعد ترس، نگرانی، اضطراب و همینجوری هست دیگه. اصلا عملی شد دیگه. چیزایی که قبلا میگفتیم نکنه جنگ بشه اصلا شد واقعا. من خودم اینجوری بودم که هیچ وقت فکر نمی‌کردم تو دنیای والدگری خودم قراره برای فرزند خودم یه موضوعاتی رو درباره جنگ بگم و اصلا قراره که یه ارتباطی رو تو زمانه جنگ باهاش بسازم. و واقعا یه زمانی روزهای اول یکی از سوگهای پررنگ من دقیقاً این بود. چرا فرزندم تو زمانی هست که مثلا ما از بچگی خودمون میترسیدیم که جنگ بشه ولی بچه جنگ نبودیم. خب و اینکه این بچه من داره این تجربه رو میکنه حالمو بد میکرد واقعا. حالا توی اپیزود بعدی در مورد اصلا مراقبت از کودکان در جنگ قراره که صحبت بکنیم که به درد همه آدم ها میخوره، چون فکر میکنم که مسئولیت جمعیه. دقیقاً. یعنی من خودم یکی از موضوعاتی که دوست دارم واقعا که همه هر جا کودک هست حواس بدیم به اینکه سایه جنگ رو میخوایم چجوری نشون بدیم به بچه هامون. اونجا گفتگو زیاد داریم. من میخوام یه چیزی رو بگم و اونم اینه که ما میخوایم که به چی برسیم امروز؟ به اینکه واقعا اگر میبینیم که عملکرد پایینه، اگر میبینیم که یه جاهایی از زندگی آنطوری که قبلا بود نیست، میتونم که یه کمی با شفقت بهش نگاه بکنم. و خیلی هم اینجورن که شاید مثلا شفقت هم مثل بقیه کلماتی که میان توی اینستاگرام ترند میشن دیگه دچار اضمحلال فرهنگی شده کلا این کلمه. اصلا برای خودم اینجوری که اصلا از معنا خارج شده. یه تعریفی داره شفقت از نظر علمی و اونم اینه که شفقت یعنی حساس بودن به رنج خودم و دیگری و قدم متعهدانه برای التیامون. همین، حساس باشم. وقتی من میگم که شفقت داشته باشید به این معنی نیست آدم میگن که آها دیگه مثلا بیخیال بشم، کاری نکنم. مثلا من در مورد بیخیالی که حرف نمیزنم. یه جایی میگن خودو بغل کن، با خودت مهربون باش. داستانی واقعا. و موضوع اینه که من همزمانی که دارم با شلاق خودمو میزنم پاشو برو کاری بکن، پاشو جمع کن زندگی تو، همزمان میام یکی هم مثلا میگه که خودو بغل کن، میام خودم هم بغل میکنم بعد کتکا. واقعا مامانی که بعد که بچه‌شو میزنه بغلش میکنه. آره. موضوع شفقت دقیقاً اینه، اینکه من اون شلاقه دست خودم نباشه ها. ممکنه یه جایی ما نگران هم بشیم اگر من شفقت داشته باشم عقب میمونم، اگه شفقت داشته باشم یه سری کارا رو نمی‌کنم، وقتی با خودم مهربون میشم، وقتی سرزنش نمی‌کنم میبینم که حرکت نمی‌کنم، رو به جلو نمیرم. میگم واقعا سرزنش کردن یه جای کارایی داره ها، کارایی در واقع سودمندیشو نمیگم، یعنی که کمک میکنه که کارهایی رو انجام بدی، جلو بری، حرکت کنی و تو دراز مدت ببین چه اتفاقی برای خودت و بدنت میفته. یعنی تو دراز مدت ممکنه که تو دستاوردهای خیلی بزرگی داشته باشی بعد رضایت نباشه اصلا. آره یه جایی رضایت نیست، یه جایی هم ممکنه اینجوری باشه که ما عملکرد بدنی مختل شد. این همه مثلا بیماری‌های روانتنی که وجود داره که از خیلی جاها اصلا بیمار روانتنی شناخته نمیشه ها. آمار بیماری قلبی تو ایران زیاد شد، سرطان‌ها زیاد شد. فقط میگیم زیاد شد، چی شد که زیاد شد و دیگه نمیگیم. خب نه وصلش میکنیم به مثلا سبک تغذیه، نمیدونم زندگی مدرن، حتی نمیدونم پارازیت، نمیدونم خیلی چیزای دیگه، ولی تنها چیزی که بهش اشاره نمیکنن معمولا بحث‌های روانه دیگه. دقیقاً. پس اینو میخوام میگم واقعا شفقت نداشتن اینجوری نیست که کارات انجام نشه، میشه، ولی با چه کیفیتی و چه اتفاقی برای
تو میفته و اون بخشه هست این که من میخوام که نسبت به خودم رابطم چطور باشه. آره یعنی منم کل گفتگوی امروزم واقعا رو همین قراره بچرخه، این که واقعا کمی آهسته تر زندگی کنیم، عیبی نداره واقعا. و یه چیزی هم که میخوام بگم اونم اینه که ما توی جنگ اتفاقی که برای ما افتاد اینه که یه واقعیتی رو سیلی زد زندگی بهمون دیگه. واقعیت زندگی اینه که رنج عادلانه توزیع نمیشه و انگار جنگ این رو بیرحمانه بهمون امسال نشون داد. جنگ شد و من اینجوریم که چرا باید جنگ بشه؟ چرا زندگی ما باید به هم بریزه؟ و وقتی من میگم که زندگی همینه دیگه، زندگی همینه و من فکر میکنم که بعد از جنگ لازمه ما یاد بگیریم اینجوری زندگی بکنیم. در کنار اینکه من شفقت دارم، در کنار اینکه من حواس میدم به بدن خودم و یه نگاه بیشتر میخوام بگم یه نگاه فلسفی بینشیه، اینکه ما همه جا تو دوره هامونم میگیم زندگی همینه و الان جنگ خوب اومده بولدش کرده، گفته ببین منظورم این بود وقتی میگم رنج رو من تضمین نمیکنم زندگی تو آن چیزی که تو میخوای باشه. ممکن همه ما یه کارایی واسه زندگیمون کرده باشیم و الان به هم خورده باشه اصلا و من میتونم آیا اصلا این رو ببینم که ممکنه زندگی من الان یه جور دیگه باشه. یه استعاره میخوام بگم، مثلا یه دونده‌ای وقتی پاش آسیب میبینه بعد یه مدتی اینجوریه که میتونه راه بره ها، ولی مربی میگه الان لازم نیست که بدویی. خب ممکنه همه ما آدمایی که قبل 1405 دونده هایی برای خودمون بودیم، ولی الان ممکنه فقط بتونیم راه بریم و این که راه میریم دقیقاً اگر اینجوری ببینیم انگار یه جنس شفقت برای ما هست. همین که راه میری فوق‌العاده است. خیلی استعاره قشنگ بود. حتی من یه کلیپی هم دیده بودم تو همین فضا که اینجوری بود که هیچ وقت نمیگیم که بلند شو کسی که پاش آسیب دیده بگیم برو حرکت کن، ندمت گرم حرکت کن، ولی ما از خودمون انتظار داریم این اتفاق بیفته. یعنی اونجا به خودمون مثلا نهیب میزنیم که پاشو با اون پای آسیب دیده باید بری، باید بدوی، نه اینکه راه بری. یا ولی ممکنه من همون اندازه آروم آروم لنگان هم برم فوق‌العاده باشه، ولی ما اینجوریم که فکر می‌کنیم که باید بدویم و من فکر می‌کنم که اون شفقت داشتنه خیلی برمیگرده به بحث شاید یادگیری مشاهده‌ایمون. یعنی من در مورد والدین هم خیلی اوقات اینجوری فکر می‌کنم. حالا تو اون فصل بعد قسمت بعدی که میخوام صحبت بکنیم انقدر که ما دوره برگزار میکنیم من هنوز به دوره عادت دارم، خیلی به اینکه قسمت باشه عادت ندارم. تو قسمت بعدی قرار در مورد کودکان صحبت بکنیم، شاید اونجاها مثلا بهش برسیم، ولی میخوام بگم که وقتی مثلا ما لیوان مثلا میشکنه توی خونه یا یه ظرف میشکنه، مثلا کسی نمیگه که خب بیا برای خودت چه اتفاقی افتاده. یعنی اول شکست، یعنی اولین چیزی که میگه آخ شکسته. چی شد شکست؟ حواست نبود، جهیزی هم بودا. مثلا همون تجربه داریم که مامانا اینا رو گفته باشن و اینجوریه که واقعا خودمون هم خیلی اوقات همینجوری با خودمون حرف میزنیم. یعنی اتفاقی که افتاد وای نمیستیم چی شده اصلا اون لحظه و اصلا برمیگردیم به گذشته، چرا اینجوری شد، چرا حواسم نبود و اینجور الان شکسته دیگه، میتونم کاری بابتش بکنم. یعنی ما فکر میکنم که اون یادگیری مشاهده‌ای اینجاست که ببینه بچه. یعنی گاهی وقتا در مورد امیر عباس من همیشه به خنده میگم که خیلی آدم شفیقیه، خیلی نسبت به خودش شفقت داره. خب این بارها دیدم و اینجوری هم دیدمش گرما، مثلا شاید از بیرون که نگاه میکنم من اصلا برای من قابل پذیرش نباشه، ولی برای خودش خیلی قابل پذیرشه که شده دیگه، شکسته، اوکیه. درست میگم؟ یعنی خیلی برمیگره که من چطور برخورد میکنم. و اینکه ما خیلی وقت هست چون تجربه نکردیم، برای ما آدم‌هایی که مشفق هستن ممکنه آدم‌های غیر عادی باشن، یعنی آدم‌هایی که چقدر راحت میگیرن. دقیقاً. سهلگیرن. و من اتفاقا میخوام بگم تو موضوع جنگ و این روزها و تجربه‌ای که آن تک تکمون داریم تجربه میکنیم تو زندگیمون،
سهلگیر باشیم، شفیق باشیم و اینجوری باشه که همراه باشیم واقعا با خودمون بابت هر آنچه که نمیتونیم این روزها انجام بدیم و قدردان باشیم بابت تک تک کارهایی که داریم این روزها به سختی انجام میدیم. اونجایی که ممکنه که دست بذاریم رو زانوهامونم بلند شیم، دست بذاریم رو دیوار بلند شیم، داریم یه کارهایی انجام میدیم و اینو به خودمون خورده نگیریم. چرا دستت به دیواره ها؟ تو یه روزی میتونستی بلند شی حرکت کنی. ولی الان این روزها اینه دیگه. این روزها میخوام یادمون نره هنوز سایه جنگ تو کشورمون هست و ما داریم یه چیزهایی رو تجربه میکنیم. میخوام یه خورده حساستر بشیم به بدنمون، ببینیم که آلارم هایی که داره دائما به ما میده بابت اینه که هنوز داره یه فشار رو تجربه میکنه و شفقت ممکنه کمک کنه که بخشی از اون فشاره از رو بدنمون کم بشه. چقدر این استعاره‌ای که استفاده کرد برای خودم جالب بود و واقعا هم همین جوریه. یعنی که ما الان ممکنه دستامون رو دیوار باشه، لنگان لنگان بریم فقط حرکت بکنیم. من اینجوریم که مسیر زندگی دیگه. یه جاهای ممکنه من حتی چند ثانیه هم بشینم استراحت بکنم، نیم ساعت، یه ساعت، یه روز، بالاخره حرکت میکنم دیگه، به خودم فرصت بدم بابتش. من اینجوریم که تایممون داره تموم میشه، بریم سمت کامل کردن و طبق رسم همیشهمون اگه بخوای یه جمله به یادگار بدی به مخاطبینمون با خودشون ببرن، چیه اون جمله؟ ما همیشه خیلی وقتا تو دوره هامون این جمله رو زیاد به کار میبریم. فرمون زندگی تو میخوای دست چی بدی؟ من میخوام بگم این روزها میشه فرمون زندگی تو بدی دست شفقت. جاهای خوبی میبره. مرسی، خیلی خیلی خوب بود. من هم اگه بخوام بگم اینه که بیایم یاد بگیریم قرار داشته باشیم تو بستر بیقراری. این روزها بستر بیقراره، اما ما میتونیم قرار داشته باشیم و فکر میکنم که شفقت داشتن کمک میکنه به این قراره. خیلی قدردانم ازتون که ما رو شنیدین. باز هم دوباره میگم برامون کامنت بذارید. اگر موضوعی پیشنهاد دارید حتما با همون در میون بذارید. اگر سوالی دارید بپرسید و مشتاقم که دوباره ببینمتون. خدا نگهدار. خیلی قدردانم از اینکه ما رو شنیدین. منم دعوت میکنم تو این فرصتی که داریم شما کامنت بذارید. قسمت بعدی درباره کودکان هست. اگر والدین تو جمع ما هستن سوال‌ها و ابهام‌هایی که ممکنه درباره جنگ و کودکان داشته باشید رو اونجا با ما در میون بذارید و ما تو گفتگوهامون اون موضوعات رو قرار میدیم.